رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث می‌فرمایند کسی که به نیت اعتکاف می نشیند از گناه و معصیت چنان پاک می شود که اگر گناهش اندازه کف دریا هم باشه الله تبارک و تعالی می بخشد او را. و کسی که اعتکاف می کند الله سبحانه و تعالی گناهان گذشته‌اش را معاف می کند. چی کسی دروغگوتر از او کسی است که با الله و رسولش دروغ بسته بکنه؟ چی کسی دروغگوتر از او کسی است که سخن را بگوید و او را رب بده به دین؟ برادران گرامی، شما این دعوتگر دروغگو را ببینید که باز هم در نوار تازه خود دو دروغ کاغذپیچ را بیان میکند و آن را نسبت میدهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول میگه که پیامبر ما فرموده هر کسی که اعتکاف کنه گناهانش اگر به اندازه کف دریا هم باشه معاف میشه. و دیگه دروغش است که میگه هر کسی اعتکاف کنه گناههای قبلیش الله متعال معاف میکنه، در حالی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم چنین چیزی را نگفته و این دروغش نسبت میدهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که پیامبر ما در حدیث صحیح میفرماید من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. یعنی هر کس دروغی را بر من نسبت میده جای خود در جهنم آماده بسازه، در آتش آماده بسازه. بنابراین این دعوتگر یک دروغ نیست، دو دروغ نیست، صدها دروغ است اگر ما بیان بکنیم. آیا این تحقیر است؟ وقتی که ما دروغگویی بگوییم تحقیر است؟ این خود چی کسی دروغگوتر از او کسی است که با الله و رسولش دروغ بسته بکنه؟ چی کسی دروغگوتر از او کسی است که سخن را بگوید و او را رب بده به دین؟ چی کسی دروغگوتر از او کسی است که معاذ الله پیغمبر را دروغگوی معرفی بکنه به مردم و مردم عوام را در چشمش خاک بپاشه؟ بسیاری ها فکر میکنند که حکمت بیان کردن این نیست که دروغ بگویی و بدل مردم گپ بزنی، در حالی که حکمت در نظر ما تو نیست. حکمت در نظر ما است که آنچه الله و رسولش گفته بیان بکنیم ولو که همه مردم علیه ما باشه. پس پیام ما را باز هم بر از این دعوتگر برسونی. اگر واقعا میخوای که دعوت بکنه، برای یک کمی علم بیاموزه، برای واقعا درس بخونه، احادیث جعلی و ضعیف و خود ساخته و خود بافته را بیان نکنه و این نسبت نده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، فکر نکنه کسی نمیشنوه. اگر ما بخوایم غلطی‌ها و اشتباه از بیان کنیم، یک تنه دو تنه تقریبا صدها و هزاران اشتباه است، اما ما بر از این چیز نگفتیم. دیگه هر روز میایه و اونمو صدها و میلیون ها پیروای باطلی که داره همه اونا را فریب میته و بدل اونا گپ میزنه و سخنای خود دین معرفی میکنه معاذ الله.